بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خب، در موضوع امروزه، امین حکومت رحمانوف تا امروزه مشکلات برق برطرف کردگی نیست. پیشتر برادر سیدعلی اشرف خیلی از زیاد چیزایی که انا فایده‌ناک هم گفتک و من میخوام فکر شما را بشنوم که چرا حکومت تاجیکستان تا امروزه برای مردم اصلا برق نمیتیه و هر وقتی که زمستان میآید، خاصتا در وقت زمستان کوشش میکنه که برق خاموش کنه. اینجا یگان سیر هست یا که خیر؟ سیرش یکم شکر که خلق خواب میکنه همیه یکم مهم. چیدا این همی سی سال شد خونه همون رئیسا دا گفتی همون برادر نمیبره کو سوید شب و روز سوید هست شب و روز نه در بیرون مردم نیست. میره شما از در کدام منطقه اید؟ از کدام منطقه اید؟ منطقه کلخوزه بود. در اون منطقه های کلخوزآباد در قشلاق ها برق میتیان. بار هم 2 سال 3 سال خب، لیمیت. برادری که در واتساپ تماس گرفته میشنوی؟ بشنوم که شما را. خب، با گفته های این برادر شما راضی هستین؟ آیا همین درست میگه که در قشلاق ها در کلخوزآباد برق نمیتیان؟ دروغ میگه که ما خودم از کلخوزآباد که خیلی خوب. ایگجا کلخوزآبادی؟ من خودم از کلخوزآباد از این جماعت شهرکی خلیوردم. من خودم نام و فامیلیا چیه؟ نام و فامیلی تا بگوی جا. فامیلم جبارف جلیل. باز یک دقیقه صبر که ایتا نامت بزیبایه کو بگو. نامت چی بود؟ جبارف جلیل من خودم در بازار سالدا میکنیم. نه دروغ میگه کسی هست دروغ میگه. این ساعت چنده در تاجیکستان؟ در این سنی در این شویده ساعت 11:21 در تاجیکستان. 11:21. 11:21 در بازار چیکار میکنی؟ من صاحب کار هستم. من خودم صاحب کار هستم. خیلی خوب. تو آماده ای که با چهره آشکار گپ زنی؟ ترا میفورد که همین کلخوزآباد همش ترا بشناسند. در همین افیر بمانیمت. همین کلخوزآباد تا قمسنگین تا این طرف جلیکول کویبش نجو همین هر کجایی که همین بینند کو بده انکه قطعی از صورت نگیریم. انم خریبار شکل سوید دورا انم خریبار گفتگیش سوید دورا همونجا دا دیسکاتیکا یکا بار نام دورا سوید. از یک لحظه برادر گوش کن برادر. تا کلخوزآبادی این بچه دروغ میگه سوید نیست. تو آماده ای که با چهره نمیته آشکار ببروی گپ زنی نمی گپایی که تو راستگو همین راستگو میخوام که راستگو آشکار باشه. آدمی که راست میگه آشکار باشه. تو میخوای که با چهره آشکار همین خلت کنیم که همین کلخوزآباد جلیکول و همین کویبش این طرف قرغن اینجا همه در کجایی که همین دیدن که ترام دامید زویزده یوتیوب میکنیم در هر کجا قطعی سلفی میکنن. آماده هستی؟ اگه ما مدل نیستم که ما را همه گوش کنه. همون برادری هست ای کدام جماعت میشه و ما واری گپ زنم. تمام اگه تو صبر که اولی اوس نمیریم با او بچه را میرسیم. گوش کن مرا. آماده هستی با چهره آشکار گپ زنی؟ اگه چهره ما را چون میکنی خود؟ همین چهره ترا من میخوام که پاپولار نکنم. چهره ما را؟ ها. امی خودت پاپولار نشده خیلی اورو گرفتی. این همی چهره ما مونده. خیلی میبینیم کو کی بسیارتر پاپولار نمیشود تو یا ما؟ اگه سن اشرف اگه سن اشرف گپ زن. نه تو مرا جواب دی. تو از همین رحمانوف از همین رژیم رحمانوف میخوای دفاع کنی؟ همین رحمانوف برق برای مردم نمیتیه. تو میگوی دروغ میگه ای آدم میتیه. همون رحمانوف میتیه. تو آماده ای که برای همین رحمانوف از شیشت کردن آشکار ببروی بگو که همین رحمانوف برای مردم برق میتیه. همین رژیم رحمانوف برق میتیه. شما دروغ میگین. تو آماده ای همین را برای مردم آشکارا بگوی. ما آماده ایم که برای رحمانوف برای وطن برای ملت تاجیک همه تو همی تمام دیگه اوس ندیه چاپلوسی بد نکه. ما فهمیدم وجود زبون غاز میتیه. گوش کن کامرا تگیرون که شما اکثرا در استودیو نمیوین. پله گرده در کاری در استودیو اومده. چهره بیا ما همیتا دیگ نمیاد یا باری روتا نشون دی اودگاری باری روتا با فتوشاپ راست میکنیم. گوش کن بیا چی کن ای بچه تو کامرا تگیرون که اکا است نشرو مرا
بسیاری بعد اکا نگوتم مرا کامera تگیرون که کامera مرا چیکار میکنی؟ قطعی هم چوبلوسای برگیا دوخی. ای بچه گوش کن همین مردا گوره بگه کی ما رنگ شما خیلی آدمای بغیرت نیستیم، ما دل گرده نداریم که رنگ شما خیلی آشکار ببرویم گپ زنیم. رحمانوف با تمام امکانیتش نمیتونه که پیش راه این مبارزه را بگیره. شما اومدین پنهانی گوش که مرا این دروغ همه کورد ملت توجی خودی را شما این که رفته در دولت‌های خارجی نمیخواد مردم گمراه کرده گشته، نمیخواد خب چاپلوسی کرده گشته در تمام گوش که من اجازت ما صحبت کنیم. خب بفرما برادر سلیم. این مردم میگه که دولتی مردم داشت شما گمراه، همین دولتی مردم کی سر کرده بخواه مردم های دسته بیگوری های دسته میخواد شما را سر کردگی است خودت آزاد رفتگی تر هم که سر کردگی میله ای دولت پروتکسیون ای سعودی رفتگی همونجا در همینجا کار هست آدم همین ای دست کار میامدگی را در بالای سنگ بمونش کار میکنه. اگر آدم ای دست کار نیا چی؟ همه زندگیش پیش میبره. در همون رسی هم میره نگاه میکنی اما دو سمپل میاری همین اینترنت میگذارمی قطعا هم چوبلوسو را گوش میکنی با کودکو تروی که نمیشه 300 روبل یا میگذارونه در تاجیکستان 250 سمیتی ای بغیر صورت یکم چیزی تماشا کنیم خود دکه خطابه معرفی میکردی کیه شما این قاینوم دفاع کسی خود دوست در رسیه ای ما رسیه داریم رسیه دا باشی ما در تاجیکستان سوید داریم یگان بوتانی داره یگان خیلی سوید داره ما 100% باور دارم گارانتی هست سوید داریم سوید همه میشه شمال میشه سوید تو میکنه سیم چی با شمال در خونه چی با گوش کن چی با شمال در خونه رئیس نمیشه با در خونه کدوم رئیس در خونه نمی رئیس ولایت نه همون کلخوزآباد در خونه این حسن خیش تبار حسن چپایف ده در چپایف پل سوید هست سوید همه جا هست سوید همه جای تاجیکستان سوید هست خی قسم بخو ما یک قسمی وزمینت بتیم اکایا مثال یادی بیارم خی بیا قسم دادنم نداری همین سوید باشه که سوید باشه در هم تاجیکستان سوید باشه هم رئیس بر خودش میخیزه در هم تاجیکستان در هم رسانه خودشون میتاکین سوید هسته چی در یک بار نمیخیزه چی کنم پیش خواهد وقتی نمو سوید داریم برای که ندارن سوید ای کلخوزآباد یک جای گفتی؟ ما را گفته سی؟ ترا ما جماعتی خلیوه بله جماعتی خلیوه نام فامیل چی بود؟ نام فامیلم جباروف خیلی فامیل را میگه میره و یک جا میدونیش کیه چیه یا با چهره بیان کو بعد لبوی آدم دنیش میوه همه همسایش میفهمش میدونن که یا همون چیان. خب خیلی مالش اگر نه خدا نگه دارد همسایه ما همین مردم کلخوزآباد هم میدونن که خب امیدوارم که شما هم درک میکنین. زنده و سربلند باشین. تشکر زیاد بار دیگر از دستگیریتان. با شما بود جانشین راهبر گروه 24 حسین اشرف در برنامه حق و باطل و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا یارتان باشه. یک چیستی خالصانه و صادقانه بر تمام بینندگان. خدا حافظ.